درود بر شما تماشابینان گرامی. این لحظه با شما برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را من شوکت محمد تقدیم می کنم. پذیرا باشید. سرخط خبرهایی که امروز تقدیمتان می شود. با وجود افزایش تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه، میزان انتقال پول به تاجیکستان کاهش یافته است. پشتیبانی گسترده از دلشاد نظروف، قهرمان بازی‌های المپیک در سال 2016. بر اساس ارزیابی سازمان سوشیال پروگرس ایندکس 2019، نقض آزادی‌های سیاسی و مذهبی در تاجیکستان نگران کننده است. با وجود افزایش تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه، طی نیم ساله اول سال 2019 میزان انتقال پول به تاجیکستان کاهش یافته است. مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان 1 میلیارد و 111 میلیون دلار ارسال کردند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 38 میلیون دلار کمتر است. این در حالی است که در سال 2018 مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار ارسال کرده بودند که در مقایسه با سال 2017 حدود 17 میلیون دلار بیشتر بوده است. اما کاهش مقدار مبلغ ارسال نموده مهاجران کاری تاجیک از روسیه به کشور طی نیم سال جاری در حالی است که در این مدت تعداد افرادی که برای کار به روسیه سفر کرده اند در مقایسه با سال قبل افزوده است. بر اساس گزارش وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان طی 8 ماه سال جاری از کشور 411,000 نفر برای کار به روسیه رفتند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 26% افزوده است. اویدی همین یعنی که مهاجرت مهنتی نگفتنی هستم که یعنی که سبب اصلی یعنی که با تاجیکستان کم فرستادن مبلغ در این باشد که یعنی که زیاد شدن انداز یعنی که پاتنت، قیمت شدن جای زیست، کوچیدن اکثریت با تمام اهل و عائله‌شان به روسیه، نبودن جای کار و خاطر در بنبست اقتصادی قرار گرفتن روسیه و غیره، همه این عامل‌ها که سبب شده میتوانند که به تاجیکستان یک مبلغ کم فرستادن یعنی اصلی سببش همین است. یا سبب دیگرش همین میشه میتواند که تحریم هایی که علیه روسیه کشورهای ابرقدرت کردند همین شده میتواند. بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه در حال حاضر در این کشور 1,200,000 نفر از شهروندان تاجیکستان همچون مهاجر کاری رسما کار و فعالیت می کنند. متهم شدن قهرمان بازی‌های المپیک گرزانداز تاجیک دلشاد نظروف سر و صداهای به میان آورد. در تاجیکستان و همچنین در شبکه‌های اجتماعی همه به جانبداری از گرزانداز معروف قهرمان المپیک سال 2016 دلشاد نظروف صدا بلند کرده ایستادند. دلشاد نظروف 37 ساله که اخیراً به استعمال داپینگ گمانبر دانسته شد، مخلصانش به این ادعای نهاد مستقلی مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک باوری ندارند و آن را قاطعانه محکوم می‌کنند و تهمت می‌دانند. ضمناً جانبداران دلشاد نظروف در شبکه‌های اجتماعی از او دعوت نمودند که به همه ادعای بافته این نهاد باور نکند و راه افتادن هم نشود، زیرا آنها به بازی‌های منصفانه او باوری کامل دارند. کاربران دلشاد را دلبرداری کرده میگویند راه افتادن نشود و کوشش نماید که این تهمت از او برداشته شود. سلام علیکم هموطنان عزیز، مخصوصا دوستداران ورزش. روسیه همچون یک شهروند بعد از خبری که ورزشگری تاجیک، ورزشگری مشهور دلشاد نظروف را به استفاده دوپینگ متهم کردن و از محروم کردن از اشتراک در مسابقه بین المللی خیلی ناراحت شدم. به این خاطر خواستم به اکای دلشاد، به این ورزشگری نامدار تاجیک بگم که واقعا ناراحت نباشند. ملت تاجیک در برای شما همه وقت هست و من مطمئنم که ملت تاجیک مطمئن است که شما
با قوه طبیعی خود، با زحمت‌های خود همه این دستاوردها را نصیب شده. ما هم وقت با شما هستیم، از ورزش شما، از مهنت‌های شما قدردانی میکنیم. Notably Dilshod Nazarov from Tajikistan. This his fourth games. He hadn't finished higher than 10th before, but this time دلشاد نظرов ما با تویم، تو قهرمان ملت هستی، تو سر ملت رو برداشتی، تو را تهمت کردن، ما با این تهمت ها باور نداریم. خود دلشاد نظرов هم با رسانه ها از متهم شدنش به استعمال دوپینگ ابراز نظر کرده است. من در حالت شوکم، هم برای آن که گویا در نمونه های سال 2011 استفاده دوپینگ را آشکار کردند و هم برای برکناریم از قهرمانی جهان در دوحه قرار صادر کرده‌اند. همه جایزه ها را در زورآزمایی های منصفانه واقعی به دست آوردم. با این مقصد وکیل مدافع شناخته اروپایی را جلب کردند که از حق و اعتبارم در صورت ضرورت تا مرحله دادگاهی حمایت خواهد کرد. امید دارم که در آینده نزدیک نام نیک خود را برقرار میکنند. پرچم دولتمان را در مسابقه های بین المللی باز بالا میبردارند. اینجا باید به یک نکته تاکید کنم که ورزش و مسابقه های بین المللی ورزشی نیز یک شاخه از سیاست است. اگر ورزش هم سیاست نمی بود، در حال غالبیت پرچم کشور برافراخته نمی شد و گیمن کشور را نمی سرودند. حکومتداران تاجیکستان تا به این حدی که ورزش را یکی از شاخه های سیاست دولت باید دانست نرسیدند و درکشان تا به این حد هم نآمده است. این است که ورزشگر تاجیک خارزار است. این است که ورزشگر خودش برای شرکت در مسابقه های بین المللی مبلغ می‌کوبد. خودش سرپرست می‌جوید. برای راهکراه مبلغ می‌جوید. در خود همین قضیه دلشاد نظرov باز می‌بینیم که حکومت بی‌اعتنایی می‌کند. طور رسانه‌ای شد او به تنهایی وکیل دفاع می‌گیرد. یادآور می‌شویم که بگاه روز سه‌شنبه نهاد مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک خبر داده بود که در رابطه با استفاده دوپینگ ورزشگری معروف تاجیکستان دلشاد نظرov موقتا حق شرکت در مسابقه های بین المللی را ندارد. دلشاد نظرov 37 ساله نخستین و تا امروز یگانه ورزشگری تاجیک است که در بازی‌های المپی تحت پرچم تاجیکستان سزاوار عنوان قهرمانی و مدال طلا شده است. در شهر مسکو روسیه گروه 80 نفری مهاجران تاجیک که در شرکت اونتستروی گروپ در مسکو کار می‌کردند دعوا دارند که شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداده است و مقامات روس هم به داد آنها نمی‌رسد. در این باره و چند خبر و رویدادهای دیگر همکارم صفیه گزارش می‌دهد. سازمان سوشیال پروگرس ایندکس 2019 شاخص‌های رشد کشورهای مختلف جهان را بررسی کرده است. بر اساس این مانیتورینگ تاجیکستان در بخش‌های اجتماعی پیشرفت کرده است ولی در مورد آزادی‌های سیاسی و مذهبی هنوز هم در جایگاهی نگران کننده قرار گرفته است. این مانیتورینگ بر اساس 50 شاخص از جمله تأمین امنیتی غذایی، خدمات بهداشتی، مسکن، دسترسی به آب و آشامیدنی سالم، برق، آموزش و پرورش، اینترنت، اطلاعات آزاد، آزادی‌های سیاسی و مذهبی و غیره ارزیابی می‌شود. در این زمینه تاکید می‌شود که تاجیکستان در بخش‌های خدمات اجتماعی طی سال‌های اخیر به پیشرفت‌های دست یافته است ولی آزادی‌های سیاسی و مذهبی شهروندانش را به جای تأمین نقض می‌کند. بنابر هنوز تا جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد. در شهر مسکو روسیه یک گروه مهاجران تاجیک به مقامات روس دعوا بردند که شرکت اونتستروی گروپ بیش از 10 میلیون روبل حق آنها را پرداخت نمی‌کند. این گروه 80 نفری مهاجران تاجیک که در شرکت اونتستروی گروپ در مسکو کار می‌کردند دعوا دارند که شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداده است و مقامات روس هم ارزی آنها را نادیده می‌گیرند. یکی از مالکان اساسی شرکت عمر جبرائیلوف صاحب کاری با نفوذ چچن است که سال 2000 نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی روسیه پیشبری کرده بود. در نشر این خبر رادیوی آزادی نوشته است یاوری جبرائیلوف روز 25 سپتامبر در صحبت تلفنی
ادعای مهاجران تاجیک را رد یا تصدیق نکرد. اما نماینده دیگری اوانتستروی گروپ گفت شرکت مفلس شده است. این مقامی اوانتستروی گروپ گفته است قرض شرکت در نزد کارشریکان و کارمندان در مجموع به 600 میلیون روبل میرسد و در صورت مفلس اعلان شدن و ترکه اموال هم به گمان است که برای پرداخت معاش کارگران پول رسد. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کارو زندگی میکنند و حادثه سرپیچی از پرداخت مزد معاش آنها از سوی کاردهندگان در این کشور زود رخ میدهد. پولشا روز 25 سپتامبر مصطفی حیاتوف یک عضو سازمان اپوزیسیونی گروه 24 را از قلمروش اخراج کرده است. همسفان حیاتوف میگویند که پولشا او را به تاجیکستان استرداد کرده است و این نخستین مورد استرداد یک طرفدار مخالفین تاجیک از اروپا است. در این باره دفتر مطبوعاتی گروه 24 خبر داده نوشته است که استرداد مصطفی حیاتوف به تاجیکستان شکنجه و ظلم و حبس طولانی را در پی دارد. وکیل دفاع مصطفی حیاتوف اخراج او از قلمرو پولشا را تصدیق کرده است، اما گفته است که این کار بدون آگاه کردن او صورت گرفته است. گفتنی است مصطفی حیاتوف سال 2016 به پولشا پناه آورد، ولی 23 ایونی سال 2018 مقامات آلمان او را طبق پیمان دوبلین به مقامات لهستان، کشوری که حیاتوف نخست توسط آن وارد قلمرو اتحادیه اروپا شده است، سپردند. حیاتوف 1 سال و 3 ماه در انتظار بررسی پرونده اخراجش در بازداشتگاه موقت مهاجران و پناهجویان رو به اخراج در ورشوا قرار داشت. طول چند مدت با اظهار ناراضگی به تصمیم استردادش از جانب مقامات لهستان گرسنه‌نشینی هم کرد. فعالان حرکت سیاسی گروه 24 در مورد استرداد مصطفی حیاتوف با نمایندگان لهستان در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا مسئله گذاری کرده بودند. نمایندگان حکومت لهستان در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گفته بودند که این قضیه را پیگیری می‌کنند. فرهاد آدینه، فعال جامعه شهروندی و رهبر سابق تلویزیون صفا، دیروز 25 سپتامبر ضمن عبور مرز بلاروس با لیتوا از طرف مقامات بلاروس بازداشت گردید. از صبح دیروز تا حال او در شعبه کارهای داخلی ناحیه اشمیانی ولایت گرادنوی بلاروس نگهداری می‌شود. آدینایف 42 ساله با ابتکار مقامات تاجیکستان در لیست جستجوی داخلی اتحاد دولت‌های مستقل قرار داشته است، اما گفته می‌شود شهروندی روسیه را دارد. همچنین قبلا یک تلویزیون روسی از آشخانه او در یکی از بازارهای مسکو گزارش داده بود. گفته می‌شود آدینایف برای سخنرانی در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به ورشوا می‌رفت و قرار بود از نام سازمان مکالمه اوراسیا سخنرانی کند. رهبر این سازمان محمد جان کبیرов بازداشت آدینایف را تصدیق کرد و گفت این سازمان و چند سازمان حقوق بشر نیز وارد کار شدند تا مانع استرداد او به تاجیکستان شوند. طبق گفته کبیرov، مسئولین پلیس ناحیه اشمیانی گفتند آدینایف برای 72 ساعت بازداشت شده است و تقدیر من بعدش از دادستانی وابسته است. دیروز فعالان تاجیک که در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور دارند، مسئله بازداشت آدینایف را با مسئولین این سازمان، همچنین هیئت‌های جامعه شهروندی و حکومت بلاروس مطرح کردند. مسئولین سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر هیئت‌ها وعده کردند که قضیه را پیگیری خواهند کرد. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود را درباره نوار فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شد را نیز لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال با خبر شوید. در پناه الله باشید. خیر تا روز دیگر.